ها رو از دل ببر، با خبر تو خبر، خبر تو خبر، خبر تو خبر. این هفته خبر تو خبر داره براتون از قمپوز مسخره عظما که مرغ پخته رو هم به خنده میندازه. پیشرفت متوقف نباید بشه، قانع نباید بشه. یه روزی فرض بفرمایید در مورد مثلا حالا دقت موشک من باب مثال یه چیزی رو، یه حدی رو برای خودمون در نظر گرفتیم، حالا احساس میکنیم این حد کافی نیست، کافی نیست، باید بریم جلوتر. بله، باید بریم جلو. ما هم رفتیم جلو و به اینجا رسیدیم. دلار 90,000 تومانی چه کرده با تربار؟ موز دل اکوادور 150,000 تومان تو میدان بار. خدای من به کجا داریم میرسیم؟ یعنی دونه 30,000 تومان میفته. یه کارتون موز یعنی وزنش 20 کیلوه، کارتونش کسر بشه 3 میلیون میفته پول یه کارتون موز. یعنی خورده فروش دونه 50,000 تومان باید بفروشه. یه مراسم عروسی 400 نفره 20 میلیون میشه هزینه موزش. چجوری ازدواج کنم؟ موز 150، خیار 90,000 تومان، سیب 70,000 تومان. از اونم جلوتر رفتیم و به اینجا رسیدیم. اینم از وضعیت زندگیتون نظام آخوندی. 3 کیلو برنج، 2 تا ماکارونی، 1 کیلو ماکارون فرمی، 1 کیلو شیر، 500,000 تومان. اون وقت من روزی 11 ساعت کار میکنم، جمعه، شنبه، یک شنبه تمام طول هفته رو سر ماه میگیرم 7 میلیون. آخه با 7 میلیون میشه چیکار کرد؟ از اونجایی که عظما گفت این حد کافی نیست، پس بازم میریم جلوتر. روز 22 بهمن دلار 94,000 تومان. یه دونه بادوم هندی وزنش 3 گرم در 1 میلیون 3,000 تومان. یه دونه پسته وزنش 2 گرم در 800,000 تومان 1,600 تومان. یه دونه بادوم درختی وزنش 2 گرم در 850 تومان 1,700 تومان دونه. یه دونه ماکادمیا وزنش 10 گرم ضرب در 700 تومان 7,000 تومان. این 4 تا دونه شد 14,000 تومان. واقعا داریم به کجا میریم؟ این هم وضعیت مردم ایران به دنبال پیشرفت‌های ولایت مدارانه در این نظام پوسیده. این روزهای مردم ایران. خدا برق نره، خدا برق میره آب نره، خدا آب میره برق میره اینترنت نره، خدا خودمان نره. این وضع زندگی مردمه. بعد آقازاده ها توی باستی هیلز پول پارو میکنن.
همون فاصله و شکافیه که آخوندا رو به وحشت انداخته و مدام به همدیگه هشدار میدن. هر سال میگیم امسال مهمه برای حضور مردم، اما امسال خیلی مهمه. امسال شما میدونید دشمن خوابهایی رو دیده برای ما. این یکی هم از ترسش دنبال اینه که جلوی شرشر بسیجی‌ها رو بگیره، اما به جایی نمیرسه. امروز کجاییم؟ به خدا عملیات والفجرهشت همین الان است. همچنان این چفیه رو دوش ولی امر مسلمین هست. برادر عزیز، دشمن تو میدانه، با تمام قدرت تو میدانه، ولی گاهی اوقات ما میریم عقب، میگیم کار ما تمام شد. اشتباه میکنیم. وقتش الانه. نکنه میدان رو ترک کنیم، نکنه میدان رو خالی بکنیم. خالی کردی دشمن جات میشینه که متاسفانه در بعضی جا نشست. وقتی کاری نمیتونید انجام بدید، الان وقتشه. خبر تو خبر. مشنگستان این هفته رو با جمله از امام مشنگا و یک کامنت شروع میکنیم. فرض میکنیم که یک ملتی تمامشون رأی دادن که یک نفری سلطان باشد. این به چه حقی ملت 50 سال پیش از این سرنوشت ملت بعد را معین میکنن؟ سرنوشت هر ملتی به دست خودش است. این حرف مهمی است، یعنی خیلی حرف مهمی است، به شرطی که واقعا پای این حرف می ایستادن. یعنی این مهمه. الان من تصورم اینه که مردم این قانون اساسی رو نمیخوان، این ولایت رو نمیخوان. چطوری میتونن بیان بگن ما نمیخوایم، سرکوب نشن، کشته نشن، تیرباران نشن، گلوله به چشمشون نخوره، هزاران نفر زندان نرن؟ یه صندوق میتونن یه جا بذارن بگن آقا شما ما رو میخواد یا نمیخواد؟ این هم وضعیت خمینی ملعون در فاز پایانی نظام ولایت. تنها جایی که خمینی رو ببینم خوشحال میشم تو کیف پولمه. این وسط جنگ و دعواهای درونی نظام هم ادامه داره. مثلا بسیجی‌ها برای وزیر اقتصاد پزشکیان این ویدئو رو پر کردن. عزیزان این عکس رو ببینید، کامل بزرگ میذارم که قشنگ ببینید. این فرض رو ببینید کنار هاشمی وایساده. عبدالناصر همتیه، وزیر اقتصاد، کسی که در ابتدا راننده هاشمی بود. دقت کنید، راننده هاشمی بود و با پارتی بازی هاشمی شد رئیس بیمه ایران و بعدش هم شد سفیر ایران در چین و با لاوی هاشمی در آینده شد رئیس بانک مرکزی دولت حسن روحانی و الان هم که شده وزیر اقتصاد. یعنی این یکی هم اینطوری به ریش کارگزارای نظام میخنده. آقای دکتر جان، وضع اقتصادی مردم خیلی بده، خیلی تو سختیان، تو فشار. خب یه کاری کنید، این چشای حسینی بایی ببندید و ببریدش عمق 200 متری زمین. این قدرت نظامی ما رو نشون مردم بدید، مردم خود انرژی بگیرن. بابا وضع نظامی که خوبه، وضع اقتصادی میگم حالشون از این لحاظ بده. این دو سه تا از این سلطان ملتانا بگیرید اعدام کنید، سلطانش هم دلاری، سلطان خودرویی، سلطان پنجره یو پی وی زی، هر چی سلطان بود گرفتیم، حتی سلطان غم. مادر خب این کاری کن. ورزشکار کسی جدیدن مدال نگرفته، فیلمشو با آهنگ عشق اهورای من ساحل دریای من با این پخش کنید، بذاره انرژی بگیرن مردم. یه دونه برنز داشتیم، اونم فرار عضله کرد یوگسلاوی سابق. خب ببین پهپاد بیارید از بالا از جنگل ها و معادن ایران فیلم بگیرید تو رسانه ملی پخش کنید با آهنگ دین 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 دین. اون تلویزیون آنتن خالی نداره، یه جای خالی بود بین تبلیغات پفک و خیارشور، سخنرانی شما رو گوشتیم بینش پخش کنید. این عضو استبل ولایت هم میاد حرف بزنه، کله معلق میزنه. اینطوری جوابشو میده. من که میگم فساد هست ولی کشور ما خانم شعار چیه؟ 46 سال دهن آمریکا سرویس شده رفته میگی شعار چه حرفیه؟ ایرانی که کجا سرویس شده؟ من اگر دهن محترم دهن مردم ایران سرویس شده، کجا سرویس شده؟ دهن محترم فقیر همون فقیره، ثروتمند همون ثروتمند. شما سوالاتتون رو پرسیدید، منم باید از اون طرف بشنوید از آخوند رسایی و ترجمه‌ای که از روزه عظما کرده. هر کس حرف از مذاکره با آمریکا زد
بدانید هم بی عقله، هم بی شرفه و هم هوش نداره. چون رهبری میگه مذاکره با آمریکا نه عاقلانه است، نه هوشمندانه است، نه شرافتمندانه. اما قضیه به همینجا ختم نمیشه. این یکی اومده میگه اگه راست میگی تو راهکار بده. الان شما راهکارت چیه ما از این وضعیت خارج بشیم که دلار دونه 90,000؟ راهکارتو بگو. ببین تو اگر میدونی واقعا میتونی این قصه رو درست کنی، آقای پزشکیان، شیر اون مادرت برو بکش کنار، یه 4 روز مملکت رو بده دست میرسلیم و کوچیکزاده و نمیدونم رسایی و اینا، بگید آقا اینا مدیریت کنن ولی اوضاع درست میشه. اوضاع ماشینی رو بده دست میرسلیم که میگه لنکروز با 206 حق نداره. از اون ور بیا مملکت رو از لحاظ اقتصادی هم بذار تو دست رسایی، بگو آقا شما مدیریت کنید وضعیت رو خارج کنید. البته همه با راهکارهای آخونده آشنان. یه نمونهش رو اینجا بشنوید. چمن آزادی علت خرابیش اینه که اومدن برای اینکه صرفه‌جویی کنن توی آبیاریش، اومدن از دریاچه قایقرانی، دریاچه قایقرانی آزادی گفتن اینجا آب برداریم بریزیم اینجا که این صرفه‌جویی کنیم توی آبیاریش. حالا این آبا رو از دریاچه قایقرانی برداشتن ریختن اینجا. چمن آزادی متاسفانه به خاطر اینکه این آب کثیف بوده، پیف پیف بو میداده، باکتری و قارچ و اینا زده و این خراب شده. حالا برای تعمیر بشه 60 میلیارد تومان هزینه تعمیر چمن آزادی، 6 ماه بعد تعطیل شه کلا که چمن از اول بکنه. اوکی. حالا به نظر میاد اینجا جریان تمومه ولی این شکلی نیست. ببینید چمن آزادی رو آبیاری کردن، تموم شده، داغونش کردن. دریاچه قایقرانی آبش کشیدن، سطح آب دریاچه قایقرانی اومده پایین، قایق‌های تیم ملی قایقرانی به گل نشسته. اوکی. و اینم باز یه هزینه‌ای داره برای اینکه اینو جبران کنه. خب 40 میلیارد تومان هم هزینه اینه. بعد گفتن خب ما 40 میلیارد که نمیدیم هیچ وقت، یعنی پولی ما اصلا نداریم. اومدن از دریاچه چیتگر آب کشیدن بردن گذاشتن دریاچه قایقرانی که اختلاف سطح رو جبران کنه. خب اینم پشه داشته و حشره داشته، اینم پر شده از حشرات یک روزه و اینا، داغون شده. دریاچه قایقرانی هم داغون شده. 40 میلیارد رو بعد بدن 60 تا 40 تا 100 میلیارد تا حالا هزینه. آب اینو کشیدن، آب اینم کم شده سطحش. ماهیای این مردن، ماهیا مردن، بو گرفتن. پرنده هایی که اینجا بودن، این پرنده ها مردن. پرنده مرده، ماهی مرده، سطح آب دریاچه پایین، نمیتونن اصلا برآورد کنن که این دیگه چقدر هزینه داره که اینو درست کنیم. یعنی یه 100 تا اینجا 100 میلیارد، اینم نمیدونیم چقدره. 50 تا 100 تا 200 مشخص نیست. همه اینها برای چی؟ برای اینکه 500 میلیون تومان صرفه‌جویی کنن توی آبیاری اینجا. مدیریت اینه. فقط امیدوارم توی این نقطه متوقف شن، چون این به راحتی میتونه باعث نابودی کل کره زمین بشه. این مشنگ هم اومد اینجا بازارگرمی کنه و کلاس بذاره، اما با چنین صحنه‌هایی مواجه شد. محترم مجتمع مثل درالو، برای سلامتی این بزرگوار هم صلواتی عنایت بفرمایید. هنوز که هنوزه، تصاویر مفتضح سیرک ولایت در روز 22 بهمن در حال انتشاره. از این صندلی های پر از خالی بگیر، تا این شعار که کلی هم وایرال شده. آمریکا و اسرائیل و انگلیس برای ما یه پشند سل علا سترکه چشم ترام بتر. اینم وسط سیرک 22 بهمن یاد ضررهای قهوه افتاده بود. قهوه میخوره برای اینکه بتونه شب درس بخونه. ای خبر، قهوه خواب آوره، قهوه جزو مسکراته. یعنی تو قهوه رو میخوری باید بخوابی. چرا نمیخوابی؟ برای خاطر اینکه اگر بخوابی میمیری. قوه مدبره این مغزت اجازه نمیده تو بخوابی، که تا اینکه این سم در بدن به حداقل برسه که نمیری در خواب. حالا که تا اینجا اومدیم، یه نگاهی هم به این خودروی دانش بنیان بندازیم که کاملا بدون شرحه. چیز عجیب بهتون نشون بدم. فرمون هوندا رو پراید. حالا اینجا رو ولش کن، اینو بچسب. حتی بوق هم میزنه. همین الان میخوام برم تست رانندگیشو بگیرم. جالی میده بچه، واقعا حس موتور میده. من فکر نمیکردم
اینقدر حس موتور به آدم بده. بذارید دراتون دور بزنم، فقط مشکلش دور زدنه. راهنما بزنم. بله. ببین اینقدر بچرخونی وقتی اینو میزنه بگیری بغل. راهنما رو میزنی. اوه ابوالفضل.